هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خویش است و موجودات دیگر قائم به او هستند. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمیگیرد و لحظه ای از تدبیر جهان هستی غافل نمیماند. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه را در پیش روی بندگان و پشت سرشان است میداند و گذشته و آینده در پیشگاه علم او یکسان است و کسی از علم او آگاه نمی گردد جز به مقداری که او بخواهد. اوست که به همه چیز آگاه است و علم و دانش محدود دیگران پرتوی از علم بی پایان و نامحدود اوست. تخت حکومت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو آسمان و زمین او را خسته نمی کند. بلندی مقام و عظمت مخصوص اوست